سرخط خبرها. واکنش امارت اسلامی به گزارش کمیته تحریم‌های شورای امنیت. ذبیح‌الله مجاهد میگوید محاسبات برخی ارگان‌ها در مورد افغانستان ابعاد تبلیغاتی دارد. وضعیتی که فعلا می‌بینیم به مراتب بهتر شده و همچنان وضعیت در همه ابعاد کنترل است. هدف قرار گرفتن مخفیگاه‌های مرتبط با حملات علیه شهروندان چینی در بدخشان. المرصاد نوشته که در جریان این عملیات یک تن بازداشت شده و مقدار سلاح و جنگ افزار نیز به دست آمده است. سازمان منطقه‌ای بزرگ وسیع است و رهبران اکثرا در پاکستان مخفی هستند. دیدار هیئت بلندپایه قرقیزستان با معاون اداری ریاست الوزراء. در این دیدار در مورد گسترش همکاری‌های اقتصادی بحث شده است. و فرو رفتن 90% خیمه‌های آوارگان فلسطینی در آب. سازمان دفاع مدنی غزه خواستار رسیدگی به وضعیت آوارگان فلسطینی شده. سلام به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز پنجشنبه 27 قوس که برابر می شود با 18 دسامبر. من محمد نسیم استانکزی هستم. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی به گزارش کمیته تحریم‌های شورای امنیت در مورد افغانستان واکنش نشان داد. مجاهد گفت که امنیت در سراسر کشور تأمین شده و محاسبات صورت گرفته در مورد افغانستان از سوی برخی از حلقات بر اساس واقعیت‌های کشور نیست. نسترن امیری گزارش می‌دهد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی گزارش کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان را رد کرد و آن را پروپاگاندا خواند و تاکید کرد که این گزارش بازتاب واقعی وضعیت افغانستان نیست و هدف آن ایجاد تصویر منفی از امارت اسلامی در سطح بین المللی است. افغانستان شاهد جنگ ها بوده، ناامنی ها داشته. این وضعیتی که فعلا میبینیم به مراتب بهتر شده و همچنان وضعیت در همه ابعاد کنترل است که خودش یک پیشرفت بسیار خوب و کارآمد نظام است. ما عوض از اینکه باید ستوده شویم و امارت اسلامی در این بخش حمایت شود، متاسفانه میشه پروپاگاند میشه علیه افغانستان و نظام علیه امنیت افغانستان که درست نیست. همچون ادعا را ما رد میکنیم و خطای عینی و واقعیتایی که مردم با آن مواجه هستند این گزارش را تکذیب میکنم. کمیته نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل در 16مین گزارش خود به شورای امنیت ادعای امارت اسلامی درباره عدم فعالیت گروه‌های ارسافکن در افغانستان را نامعتبر خوانده و هشدار داده است که این کشور از سوی همسایگان منبع بی‌ثباتی منطقه‌ای دیده می‌شود. همچنین در این گزارش آمده است که از اکتبر 2023 تا کنون بیش از 4.5 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به طور اجباری به افغانستان بازگردانده شدند. پاکستان خواستگاه توریستا بوده، دیگه هیچ شک نیست. همواره فقط بیشترین تولیداتش تولید توریستا بوده و ایره برای اهداف استراتژیک در منطقه داره، در برابر همسایه‌ها داره از او استفاده بکنه. علیه ایران، علیه پاکستان، افغانستان ایره استفاده کرده و حالا این اهداف میخواه که فراتر دنبال بکنه، دیگه هیچ شک نیست. همزمان برخی آگاهان با اشاره به گزارش این کمیته میگویند که این گزارش ماهیت سیاسی دارد و بیشتر در راستای منافع پاکستان تنظیم شده است. این پیام و اعلامیه کمیسیون رفع تحریم‌ها در رابطه با افغانستان محیط‌سازی سیاسی هست. در 4 سال گذشته حکومت اقتصاد محور عدم مداخله در کشورها و امنیت از افغانستان به کشورهای منطقه و جهان پیام داده شده. در مبحث مبارزه با تروریسم همکاری‌های استخباراتی و منطقوی موجود نیست. اگر به واقعیت جهان می‌خواهد مبارزه را روشن‌تر انجام بده، با پاکستانی‌ها صحبت بکنند که معاون تروریسم پروری نباشند. این در حالی است که ریاست کمیته تحریم‌های سازمان ملل علیه امارت اسلامی بر اساس قطعنامه 1988 در سال 2025 به پاکستان سپرده شده است. گفتنی است که این کمیته در سال 2011 برای نظارت بر اجرای تحریم‌های خاص علیه مقامات امارت اسلامی ایجاد شده بود. رسانه المرصاد گزارش داده که نیروهای ویژه امارت اسلامی مخفیگاهی را در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان که با حملات علیه شهروندان چینی مرتبط بود هدف قرار دادند. این رسانه نوشته که در جریان این عملیات یک تن بازداشت شده است. باز هم نسترن امیری گزارش می‌دهد.
المرصاد رسانه نزدیک به امارت اسلامی به نقل از منابع خود گزارش داده است که نیروهای ویژه امارت اسلامی مخفیگاه داعش را در شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان که با حملات علیه اتباع چینی مرتبط بود هدف قرار دادند. در جریان این عملیات یک تن بازداشت و سلاح و تجهیزات نظامی از وی ضبط شده است. منابع تاکید کردند که بررسی‌های نخستین و اعترافات فرد بازداشت شده نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی این حملات در خارج از افغانستان انجام شده بود. در کشور همسایگی ما پاکستان گروه‌های زیادی غیر قانونی فعالیت میکنن از زمانهای گذشته تا کنون، خصوصا اخیراً داعش و مکرراً امارت اسلامی افغانستان اسناد و مدارک را ارائه کرده که در بخش‌های از پاکستان داعش فعالیت داره و تربیت میشه و بعضاً به کشورهای دیگه یقینا سرازیر میشه. همزمان برخی آگاهان میگویند که حملات اخیر در مرز میان افغانستان و تاجیکستان بالای شهروندان چینی با طراحی پاکستان انجام شده و هدف آن ایجاد ناامنی در افغانستان و پیشبرد منافع اقتصادی این کشور است. داعش و پاکستان انتقال پذیرفتند و به خاطر از این است که نتوان امنیت افغانستان، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، حتی روسیه و ایران نیز تهدید میکنه. و اعمال توریستی جناب بیانگر از است که یک سازمان منطقوی بزرگ وسیع است و رهبران اکثرا در پاکستان مخفی هستند. جنگ جدیدی را که پاکستان دیزاین کرده و میخواهد که یک بار دیگر جغرافی افغانستان در منطقه ناامن شود و پیشرفت و تکامل اقتصادی افغانستان به مشکلات مواجه شود، مانع پیشرفت و تکامل اقتصادی ما شود و همچنان امنیتی که در افغانستان در این مدت چیزی بالا از 4 سال به میان آمده ای برهم بخوره. پیشتر وزارت خارجه تاجیکستان از کشته شدن 3 شهروند چینی در ولایت ختلان بر اثر حمله پهپادی از خاک افغانستان خبر داده بود. پس از آن حمله دیگری در مرز دو کشور نیز منجر به کشته و زخمی شدن شمار شهروندان چینی شد. هیئت بلندپایه قرقیزستان با معاون اداری ریاست الوزراء دیدار و در مورد گسترش همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در افغانستان گفتگو کرد. معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که وزیر اقتصاد و تجارت قرقیزستان در این دیدار ابراز علاقه‌مندی کرد که کشورش در بخش‌های حکومتداری الکترونیکی، چاپ اوراق بهادار، ایجاد روابط بانکی و سیستم پرداخت‌های الکترونیکی با افغانستان همکاری کند. عنایت اندر با شرح بیشتر. هیئت بلندپایه قرقیزستان در ادامه دیدارهای خود با مقامات امارت اسلامی با معاون اداری ریاست الوزراء دیدار و در مورد گسترش همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در افغانستان گفتگو کردند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که وزیر اقتصاد و تجارت قرقیزستان در این دیدار از ادامه کمک‌های بشردوستانه کشورش به افغانستان اطمینان داده و همچنین ابراز علاقه‌مندی کرده که قرقیزستان در بخش‌های حکومتداری الکترونیکی، چاپ اوراق بهادار، ایجاد روابط بانکی و سیستم پرداخت‌های الکترونیکی با افغانستان همکاری کند. در این دیدار معاون اداری ریاست الوزراء تاکید کرده که امارت اسلامی خواهان روابط نیک با تمامی کشورها است و به هیچ فرد یا گروه اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه امنیت کشورهای دیگر استفاده کند. محترم حنفي صاحب د خپل خبرو په پای کې ول د افغانستان اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره د متقابل درناوي په اساس د ولاړو نیکو اړیکو غوښتونکی دی او هیڅ فرد د ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه نورو هیوادونو ته د هغوی د امنیت پر ضد ګټه واخلي. با این حال نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت در حاشیه امضای توافقنامه‌های میان 9 شرکت افغان و قرقیزی به ارزش 157 میلیون دلار از آغاز فصل تازه در همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور خبر داد. او با اشاره به سرمایه‌گذاری شرکت‌های قرقیزستانی در بخش‌های مختلف در افغانستان گفته که تطبیق نقشه راه توسعه تجارت میان افغانستان و قرقیزستان از جمله اقدامات اولویت دار خواهد بود. در جریان این دیدارها نخستین جلسه گروه کاری مشترک افغان قرقیز نیز برگزار گردید. توافقاتی که صورت گرفت در جلسه بی تو بی تقریبا در حدود 157 میلیون دلار است که 9 شرکت بزرگ ما الحمدلله قرارداد داشتند. البته یک دو شرکت از طرف قزاقستان با شرکت‌های افغانی قرارداد صورت گرفت که از طرف افغانستان از طرف قرقیزستان یک شرکت بود و از طرف قرقیزستان
از طرف افغانستان شرکت‌های مختلف. با این حال شمار از آگاهان مسائل اقتصادی قرقیزستان را یکی از گزینه‌های مناسب تجاری برای افغانستان دانسته و گسترش روابط تجاری با این کشور را ارزنده و سودمند توصیف می‌کنند. قرقیزستان منابع بسیار مهمی داره، منابع بکری داره و تجارب خوبی در بخش زراعت داره که میدانه در افغانستان بسیار مؤثر باشه و از این طرف هم همون زحمات جناب عزیزی وزیر محترم تجارت که کشورهای آسیای میانه را بسیار با خوبی مدیریت کرد و به افغانستان جلب سرمایه گذاری کرد. این در حال است که هیئت بلند رتبه کشور قرقیزستان روز سه‌شنبه به رهبری وزیر اقتصاد و تجارت آن کشور و منظور گسترش و توسعه همکاری‌های اقتصادی دوجانبه و افزایش سطح تجارت و سرمایه‌گذاری میان دو کشور وارد کابل شد. حالا هم چند خبر کوتاه از جهان. سازمان دفاع مدنی غزه اعلام کرده است که از اثر بارش باران و جاری شدن سیل دست کم 90% از خیمه‌های آوارگان فلسطینی در این بارکه در آب فرو رفته است. این نهاد میگوید که از اثر سرمای شدید در نوار غزه 17 تن مشمول 4 کودک جان خود را از دست دادند. این سازمان همچنین خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای رسیدگی به مشکل آوارگان فلسطینی شده است. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که دست کم 170 هشدار سیلاب در غزه را دریافت کرده است. در پی دستور امریکا برای محاصره دریایی ونزوئلا و جلوگیری از تردد نفتکش‌های تحریم شده، دولت ونزوئلا خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شد. نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور این اقدام را جنگ طلبانه خواند و امریکا را به تلاش برای تغییر رژیم متهم کرده است. سازمان ملل از دو طرف خواسته خویشتن‌داری کنند. وزارت دفاع روسیه از رهگیری و انهدام 77 طیاره بدون سرنشین اوکراینی خبر داده است. در یک خبرنامه این وزارت آمده که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور این تعداد پهپادها را شب گذشته بر فراز مناطق مختلف روسیه رهگیری و منهدم کرد. این در حالی است که گفتگوها بر سر ختم جنگ در اوکراین جریان دارد و ترامپ تلاش دارد تا به جنگ اوکراین و روسیه پایان دهد. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.